سلام دوستای نهایت عزیز و مهربان، امید که جور و سر حال سلامت باشید. من امروز خواستم یک ویدیوی جدید بر شما بسازم و این ویدیو قسمی است که بسیاری از دوستا شکایت داشتن که دهان ما بوی میده. ما خواستم که این ویدیو را جور بکنم چطور میتونیم از بوی بد دهان جلوگیری کنیم. و ما به یک تار نیاز داریم و به یک قاشق نیاز داریم و به کرم دندان و برس دندان همچنان. ما اول با تار میتونیم که بین دندان های ما غذاها گیر میکنه، اونها را ما با تار از بین میبریم و یا او را خارج میسازیم. وقتی که را ما با تار خارج ساختیم، دندان ها را کلش چک میکنیم که دیگر داخل دندان ها چیزی موجود نمانه. بعضی که این کار ما انجام دادیم. راستی بسیار معذرت که ما این صدا را در چی ثبت کردم ولی صدا درست نامد، صدا غشغش پیدا کرد و خواستم که دوباره ما یک صدای اضافه به این پرتم. وقتی که چی شد، از تار استفاده کردیم، مغزای دندان ها پاک شد و حالا از قاشق استفاده میکنیم. قاشق که است باید قاشق گل باشه، اما این قاشق گل نیست، زبان شاید خراب بکنه و شما هم بسیار احتیاط بکنید. زبان که است میکروب ها، باکتری ها، انگل ها زیاد است، در سرای زبان زیاد است و شما کوشش کنید وقتی که ما و شما از خواب میخیزیم، معده ما همچنان یک تنفس را که ما انجام میتیم تنفس میکنیم و از معده و از شیش هوا که میآید باکتری ها بوی بد دهان در زبان جمع میشه. در زبان مثل یک دودخانه و همونجا جمع است و او را ما میتونیم که قاشق پاک سازی بکنیم. 2-3 بار وقتی که دان خدا کش میکنیم که قاشق را از طرف بالا به پایین کش میکنیم و تمام میکروبا و باکتری ها بوی بد دهان در بین قاشق میآید و قاشق دوباره کش میکنیم و 3-4 بار این عمل ما تکرار میکنیم و بعدا زبان ما پاک میشه. زبان که پاک شد ما میتونیم از چی استفاده بکنیم؟ از کرم دندان و برس دندان. از کرم دندان هم بسیار کم استفاده بکنین، چون کرم دندان مواد شیمیایی زیادی داره، مشکلات خود داره و برس دندان همچنان مشکلات خود داره، به خاطر که یک پلاستیک است. پلاستیک به هر نوع ضرر خود داره. ما میتونیم که از مسواک زیادتر استفاده بکنیم. مسواک بهترین گزینه است برای برس کردن دندان ها. دوستای نهایت عزیز، ما چرا در چند سالی که هنوز هم در رشد هستیم و از هر نگاه رشد کرده رایستیم و در چی سابق مثلا در حساب سابق قرار نداریم، مشکلاتی که ما داریم چی است؟ دندان های ما در زودیا وقتی که ما از زمانی که ما از برس و از چیزا استفاده میکنیم زیادتر خراب میشه، زیادتر سیاه میشه، زیادتر درد میکنه و در سابق این کار نمیشد و این کار اصلا بسیار اندک بود. خب وقتی که ما میتونیم که از برس استفاده کنیم، دندان های خود برس میکنیم، بوی بد دهان کاملا از بین میره و دیگه شما یعنی با جرأت میتونین با یک نفر صحبت بکنین از نزدیک، جرأت میتونین با یک دوستتان سلام علیکی، با یک دوستتان رویبوسی، هیچ مشکلی وجود نداره. اما وقتی که دندانتان تنها شما برس میکنین، در زبان امو بوی بسیار بد دهان در زبان است، او گیر میکنه و شما نمیتونین که از او بوی بد دهان تا که قاشق تا یگان چیز دیگه نباشه از بین نبرین و که برس دندان بوی بد دهان از بین نمیره. و این راه بسیار آسانش است که ما برای شما تهیه کردم و بسیار تشکر تا این دم که با ما همراه بودین و صداهای خراب مرا تحمل کردین
دیگه یک جهان سپاس و حتما چینل یوتیوب مرا سابسکرایب کنید و از این بعد ما برنامه های زیادی دارم با شما شریک می سازم. تشکر دوستای عزیز و مهربان. امید که جور و سرحال و سلامت باشید، موفق باشید و یک چیز دیگه هم ناگفته نمانه که کومنت های را شما بتن که ما هم تشویق شویم و هر چی که شما میخواین ما دمو سیستم روان شویم و همو